دوستان سلام، حالتون چطوره؟ غذای امروز رو من از رفیق شیرازی دوره دانشگاه هم یاد گرفتم که یه غذای اصیل شیرازیه که خیلی آسون و سریع میتونین توی خونه درستش کنین. مواد لازمش هم در دسترس و فکر می‌کنم توی یخچال همتون پیدا بشه. این غذا اسمش مشت بادمجونه که خیلی شبیه غذاهای شمالی هم هست. حالا اگه رفیق شیرازی اینجا داریم خوشحال میشم بنویسید که چرا اسم این غذای اصیلتون مشت بادمجونه. مقدار مواد لازمش هم بادمجون و گوجه و گوشت چرخ کرده و پیاز و حالا دقیق توی کپشن و کامل براتون می‌نویسم که شما هم بتونید این غذای خوشمزه رو درستش کنین و در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید. بریم برای درست کردن مشت بادمجون اصیل شیرازی. برو بریم. فکر کنم شب امتحان زمین شناسی بود که رفیق شیرازیم بهم زنگ زد گفت 1 کیلو بادمجون بگیر بیا اینجا با هم درس بخونیم. نتیجه امتحان رو یادم نیست ولی نتیجه خرید بادمجون شد یه غذای شیرازی که الان میخوام به شما هم یاد بدم. اول یه پیاز رو ریز رنده کنیم که بهتر از رنده بزرگتری برای این کار استفاده کنیم چون من با این رنده خوشگل کوچولو دهنم سرویس شد. بعد از رنده کردن پیاز 70% آبش رو بگیرین و به گوشت چرخ کرده اضافهش کنید. حالا آرد نخودچی، نمک، فلفل سیاه که بهتره تازه بسابینش تا عطر بیشتری به غذاتون بده، زردچوبه و پاپریکای ترجیحاً دودی بهش بزنین و ورزش بدین تا به چسبندگی برسه. اگرم این آموزش رو دوست داشتین ممنون میشم با لایک و ثبت نظرات ارزشمندتون از من حمایت کنید. من بهنام رستمی هستم و تمام غذاهای محلی رو بهتون یاد میدم. خوشحال میشم با من همراه باشین. بعد گوشت رو توی مشتتون به اندازه گردو قلقلی کنین و توی روغن داغ دور تا دورش رو تفت بدین، سرخ کنین و اینجوری هم گوشت قلقلیای خوشمزه تری خواهیم داشت هم حین پخت غذا خیالتون راحته که قلقلیا حالتشون رو حفظ میکنن. بعد از سرخ شدن گوشت ها رو کنار بذارین و یک پیاز درشت رو خلالی خورد کنین، یه مقدار بچلونینش تا لایه هاش از هم باز شن و بعد توی همون روغن قبلی با حرارت کم پیازها رو تفت بدین تا آروم آروم سبک و طلایی بشن. بعد از پیاز چند تا گوجه رو هم حلقه‌ای و درشت برش بزنین تا حین پخت بیشتر حالتشون رو حفظ کنن و بچینینشون روی پیازهایی که طلایی شدن. بعدم نوبت بادمجونایی که خریده بودم. پوستشون رو که کندین برای گرفتن تلخیشون بهشون نمک بزنین و نیم ساعت بعد بشورین و خشکشون کنین و توی روغن داغ دور تا دورشون رو سرخ کنین. بعد بچینشون روی گوجه ها، گوشتا رو هم بریزین روش و برای سس مشت بادمجون رب رو توی روغن تفت بدین تا عطر و رنگش آزاد شه. یه لیوان آب بریزین توش و وقتی به قلقل افتاد بریزینش روی باقی مواد و حالا در قابلمه رو بذارین تا غذای خوشمزتون 40 دقیقه بپزه و به روغن بیفته. واقعا فوق‌العاده است. حالا هم میتونین با یه ته‌دیگ مجلسی بخورینش هم با نون یا برنج. شما کدومو بیشتر دوست دارین؟ و بهشت زیر دست آشپزهاست و بس نوش جانتون.